میگن توی آمریکا یه فروشگاه شوهر فروشی باز شده که زنها میتونن برن اونجا و شوهر بخرن. حالا این پاساژ 6 طبقه داره و به زنها گفتن که شرطش اینه که هر طبقه رو فقط یه بار میتونی ببینی و هر طبقه هم که بالاتر میره قیمت و ارزش بالاتر میره و البته دیگه نمیتونی به طبقه قبلی برگردی. یه خانمم دلو به دریا میزنه و میره به فروشگاه که یه شوهر و سایه بالا سر پیدا کنه. میره طبقه اول، روی درب طبقه اول نوشته که این آقایون شغل دارن. زنه که قانع نبود به طبقه دوم میره. روی درب طبقه دوم نوشته بود که این آقایون هم شغل دارن هم عاشق بچن. خانم اما به طبقه سوم میره. روی درب طبقه سوم هم نوشته بود که این آقایون شغل دارن، عاشق بچن و فوق العاده خوشتیپن. خانم با خودش فکر میکنه که این عالیه ولی وسوسه شد که ادامه بده. اون به طبقه چهارم رفت و روی تابلو نوشته بود این آقایون هم شغل دارن هم عاشق بچن و فوق العاده خوشتیپن و توی کارهای خونم کمکت میکنن. با اینکه دیگه گزینه مورد نظرش رو به دست آورده بود اما ترجیح داد ادامه بده. به طبقه پنجم رفت که روی درش نوشته بود این آقایون شغل دارن، عاشق بچن، فوق العاده خوشتیپن، توی کارهای خونم کمکت میکنن و یه رگ عاشقانه خیلی قوی هم دارن. اما فضولیش گل کرد و نتونست توی همون طبقه بمونه و تصمیم گرفت که بفهمه توی طبقه ششم چه خبره. اما از این فضولی که کار دستش میده. وقتی هم وارد طبقه ششم میشه بهش میگن که تو 31,723,456 امین بازدید کننده هستی که وارد شده و هیچ مردی هم توی این طبقه نیست. این طبقه هم صرفا واسه اثبات این وجود داره که راضی کردن خانوما امری کاملا غیر ممکن، اصلا همچین آپشنی روشون نصب نشده.